بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین محترم. خیلی خوشحالم که در این قسمت هم ما رو دنبال میکنید. امروز در خدمت یکی از کاندیداهای محترم مجلس شورای اسلامی هستیم، جناب آقای دکتر روح الله ایزدخواه. آقای دکتر سلام، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از رجا نیوز. خب آقای دکتر، به عنوان سوال اول میخوام از شما بپرسم که روح الله ایزدخواه اگر در مجلس باشد یا نباشد چه فرقی میکنه؟ چه فرقی برای کی؟ برای خودم؟ برای مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای مردم که نمیتونم از طرف مردم صحبت کنم، ولی من تلاش کردم تو این دوره که بودم مجلس 3-4 سالی که بودم یک سبک متفاوتی از نمایندگی رو داشته باشم، هم در مسائل شخصی هم در مسائل کاری، تحتگیری ها، نحوه تعامل، کنش سیاسی و غیره. یعنی تلاش کردم، البته نمیگم لزوما موفق شدم، ولی تلاش کردم که دچار اون فضای حاکم بر نمایندگی نشم، اون رفتارهای یا به قول معروف بدرفتاری های نمایندگی نشم. این فضای حاکمی که میگید منظورتون چیه؟ نگاه کنید تو مجلس متاسفانه طی این دوره های گذشته یک فرهنگ سازمانی نادرستی شکل گرفته و حاکم شده. یعنی شما الان تو مجلس باید برای رفتار صحیح باید بگردی تا یک رفتار صحیح پیدا کنی. از اون ور الا ماشاءالله رفتارهای غلط و نادرست و ناکارآمد و اینها شکل گرفته و رویه شده متاسفانه، که بخشش ناشی از فعل و انفعالات داخلی مجلس بوده، بخشش ناشی از فرهنگ حاکم بر انتخابات شده. مثلا اینکه مثلا اینکه اولا اینکه مثلا نماینده اول همه هم و غمش این است که 4 تا پروژه چیزی برای حوزه انتخابی خودش ببره، که عمدتاً هم این پروژه بیشتر رأی بیاره تا مفید فایده. یعنی بر اساس یک منطقی و یک نقشه راه جامعی نیست که ما بگیم آره نشستیم تو کل کشور بررسی کردیم باید این اتفاقات در این مناطق بیفته. بعضا نماینده از رو تشخیص درست میرن سراغ مسائل منطقه خودشون، ولی عمدتاً نه. بالاخره میگه که من بالاخره باید یه کارنامه‌ای داشته باشم، بعد سال بعد دوره بعد باید بتونم دوباره رأی بگیرم. گاهی دفتر نمایندگان فشار میاره بر اینها که آقا ول کن مسائل کشور و اینا رو، بیا سریع الان برای همین منطقه یه اقدامی بکن، یه حرکتی بزن، یه کاری بکن که مردم ببیننت، کاراتو ببینن. بدتر از اون این که نماینده اصلا وارد بازی انتصابات بشه و برای خودش حکومتی تشکیل بده تو منطقه و از دم تا دم همه رو عوض بکنه و به نفع خودش بچینه و اینا هم که اتفاق میفته متاسفانه. بعد میای از اون تو فضای کارشناسی و تخصصی مجلس میبینی عمقش کمه، بدو عجله است، تون قانون پشت قانون، ماده پشت ماده. برای چی؟ عمق کار کارشناسی در کمیسیون ها ضعیفه، حضور نخبگانی و کارشناسان و متخصصین بیرونی کم رنگه. اینا آدم اذیت میکنه دیگه. اینا یه سوء رفتارهایی است که شکل گرفته. حالا تو هم بخوای بیای یک تنه اینا رو عوض بکنی، خلاف این جریان شنا بکنی، خب به راحتی نیست. میخوام بگم که این فرهنگ سازمانی که الان موجوده در مجلس و در انتخابات مجلس و در فضای کلا حاکم بر مجلس، این باید اساسی خانه تکانی بشه، با تغییر کنه. من سعی کردم به نوبه خودم یه نفری اگرم کاری میکنم خلاف این فضا باشه و نرم حذف نشم، تو این فضا نیفتم. تلاشم این بوده. شما در مورد این تغییر فرهنگ سازمانی و این در واقع فضایی که حاکمه به مجلس الان صحبت کردید. این تغییره از کجا باید شکل بگیره؟ یعنی از خود مجلس باید نسبت به خودش شکل بگیره و
چه سازوکاری توی این در واقع ساختار توی این فرآیند باید تغییر بکنه؟ آیا مثلا نیازه که انتخابات مجلس به قول گفتنی اون فرآیندش و اینا تغییر بکنه، یه شکل دیگه ای پیدا بکنه؟ کجا باید تغییر کنه؟ چون الان یه مسئله‌ای که هست اینه که انتخابات مجلس توی شهرستانا خب مثلا خیلی رقابتی و خیلی ما اینو شنیدیم و دیدیم که مثلا یه نفری با به قول گفتنی شام و نهار دادن رأی آورده اومده تو مجلس. یعنی این واقعا هست، چون بالاخره ما خودمون دیدیم. تو شهرهای بزرگ، توی شهرستانا این وعده دادن برای پروژه ها هم خیلی پررنگه. یعنی مثلا وعده میدن ما اینجا رو مثلا این جاده رو آسفالت میکنیم و حالا مثلا طرف میاد تو مجلس با همین وعده. ولی مثلا تو شهرهای بزرگ اتفاقا اصلا این شکلی نیست. یعنی مثلا توی تهران کسایی که میرن، اون 30 نفری که میرن تو مجلس، خیلی اصلا وعده‌ای هم به مردم شهر تهران نمیدن. یعنی مثلا اگه از مردم شما سوال بپرسید خب مثلا نماینده های شما چه وعده هایی بهتون دادن که شما رأی دادید بهشون، احتمالاً شاید 3 تا 4 تا دونه وعده هم نتونن بگن. و بیشتر تو این کلان شهرها با یه سری در واقع رویکردهای حالا گفتمانی و رویکردهای ملی آدم ها وارد مجلس میشن. میخوام ببینم این نقطه تغییر کجاست؟ چی باید تغییر بکنه؟ خب این سوال بسیار جدی و عمیقی است. جوابش یه خطی نیست. تغییر در نهاد مجلس چگونه است؟ این گمشده امروز کشور. یعنی اگر میخوایم پایه‌های جمهوریت رو تقویت بکنیم و مردم رو دوباره برگردانیم به صحنه، این از کجا شروع بشه؟ این خودش یک چالش اصلی بخوام بگم در مجلس همینه. تغییر از کجاست؟ قبل از تشکیل مجلس، از زمان انتخابات، از زمان تعیین نامزدهاست، بعد از انتخابات، اینا همش در واقع در یک فرایند جامعی باید دیده بشه. اول از همین که آقا اصلا نامزدی که داره میاد و معیارهایی که برای انتخاب نامزده باید تغییر کنه، باید فضا رو بشکنیم، عوض بکنیم. اصلا نامزدی که میاد میگه قول میده من براتون اتوبان میارم، فرودگاه میارم، مردم باید همونجا بگن آقا پس تو معلومه نماینده در بخوری نخواهی بود. چرا؟ چون نصف این قولها که واهیه و اصلا انجام شدنی نیست. مملکت قانون داره، بودجه داره، ساختار داره. مگه من الان برم قول بدم فردا همه چی برای من مهیاست؟ 19 تا وزیر داریم، چندین دستگاه مستقل دولتی داریم، معاونت رئیس جمهور داریم، چند تا. کندن یه پروژه، اونم تو این شرایط حال حاضر با این کمبود بودجه اصلا به راحتی نیست که شما بری مثلا یه دونه بودجه رو بکنی بیاری، یه دونه پروژه رو بکنی بیاری. قولا عمده‌اش که تو خالیه، وعده سر خرمنه. این است. الان شرایط کشور به خصوص تو چند سال اخیر به لحاظ اقتصادی راحتی نمیشه. یه زمانی پول نفت بود اوورت، دولت نمی‌دونست این پولا چیکار کنه. بله این پولا میرفت تو استان‌ها این ور اونور، تبدیل به پروژه‌های غیر موجه میشد. میرفتیم تو کبیر پتروشیمی میزدیم، میرفتیم توی شیب کوهستان نمیدونم گلخانه میزدیم، میرفتیم تو روستا اتوبان میزدیم، این کارا میکردیم. الان که اون شرایط هم نیست. این قولا رو حواس وعده سر خرمن. از اونجا شروع میشه که آقا اصلا عنصر نمایندگی چیست؟ نماینده درست حسابی کیست؟ از اینجا باید بزنیم زیر میز به اصطلاح و فضا رو تغییر بدیم که مردم اصلا مطالبهشون بشه آقا ما از تو میخوایم فقط برای منطقه ما کار نکنی. چون قطعا اگه بخوای فقط برای منطقه ما کار بکنی، برای شهر ما کار بکنی، هم کار نخواهی کرد، هم میزنی مجلس رو داغون میکنی، فضای قانونگذاری کشور رو تضعیف میکنی، اوریب میدی به قوانین، به مصوبات، میری برای خلاصه منافع محلی و منطقه خودت فاتحه قانون هم میخونی، فاتحه نظارت هم میخونی، استیضاحات هم دیگه استیضاحای خلاصه
الله بختکی است و سوال از وزیر و هرچی میکنی همش اریب داره، نیت چیز دیگه است. باید این بشه مطالبه میشه آقا اصلا ببینیم کدوم نماینده همین داره فله‌ای قول میده وعده میده الکی، کی نه فهمیده مجلس کجاست و ما داریم کجا میریم. این یک. از اونجا شروع میشه، از تشکیل مجلس و نحوه ساختاربندی داخل مجلس، کمیسیون ها چجور تعیین میشه، نماینده ها چجور ترکیبشون، کی به کدوم کمیسیون، چرا مثلا برای کمیسیون امنیت خارجی و برای امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون مثلا صنایع صف میکشن، اما مثلا کمیسیون فرهنگی و قضایی و اینا هیچ وقت به نصابم نمیرسه، همش مجبورن با خواهش التماس تکمیلش کنن. چرا اینجوره؟ خب برای که کمیسیون امنیت ملی سفر خارجه زیاد داره، کمیسیون صنایع هم با شرکت‌ها و کارخونه‌های زیادی در تماسی میتونی خلاصه مسئولیت اجتماعی ازشون بکنی و بیاری برای شهرت خرج. این باید تغییر بکن. این فضای اصلا خود ساختار مجلس هم باید تغییر. ما چرا اومدیم نعلن به نعل مثل وزارتخونه ها کمیسیون تعریف کردیم تو مجلس؟ قانون اساسی میگه مجلس کمیسیون هایی دارد. خب نگفته چه کمیسیون هایی؟ باید قانون تعیین کنه. برای چی اومدیم تو آیین‌نامه داخلی مثلا گفتیم وزارت فرهنگ ارشاد کمیسیون فرهنگ، وزارت صنایع کمیسیون صنایع، وزارت خارجه؟ برای چی؟ مجلس که کار دولت رو قرار نیست بکنه، مجلس ریلگذار حرکت نظام هست، دولت کار اجرا میکنه، کار برنامه‌ریزی میکنه، میره اجرایی کن. ما اومدیم متناسب با وزارتخونه‌ها یک کمیسیون زدیم. خب همین جایی از رئیس کمیسیون خود به خود میغلطه به سمت دولت و وزارتخونه و وزیر و یعنی اون مناسبات بین وزیر و مثلا رئیس کمیسیون مربوطه یه چیزایی میشه که اصلا هیچ کی خبر نداره. بعد این اصلا دوست داره تو دولت بعدی بره اونجا بشینه جای اون وزیره. آرزو داره حالا که شده رئیس کمیسیون صنایع فردا بشه وزیر صنعت. همه چی به هم میریزه، همه معادلات به هم میریزه. تا مناسبات تا بحث شفافیت که میتونه ضمانت قوی برای سلامت مجلس ایجاد بشه. ببینید شفافیت هم تا الان بیشتر بعد شخصیش مطالبه شده. آقای عزتخواه شفاف باش، ما بدونیم تو خوردی بردی چیکار کردی. یه بعد قصه است. یه بعد مهمتر اینه که شفافیت مکانیزم های مجلس رو سالم میکنه، مجلس قوی میکنه. اصلا مجلس قوی یعنی شفافیت بالا. خب اونم هست، تأثیر داره در سالم سازی مجلس، در تنظیم درست سازوکارهای مجلس. دیگه اینجوری نیست که 100 نفر بیان امضا کنن استیضا و یه هفته بعد بشه زیر 10 نفر استیضا از دستور خارج بشه. آقا چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شفافش کن ببینیم. اگه استیضا کردی برای چی؟ اگه پس گرفتی برای چی؟ اینا شفاف نیست. رضا میره توی فضاهای دیگه. تحقیق تفاصیلی که نوشته میشه بعد هیئت تحقیق تفاصیل که شکل میگیره اصلا محل لابی میشه. یعنی یه دسته عمدن میرن تو اون تحقیق تفاصیلی که مثلا میره توی تحقیق تفاصیل دخانیات که برای منطقهش که مزارع تنباکو داره بره یه امتیازی بکنه مثلا از دولت، مدیر دخانیات منطقهش رو عوض بکنه، یا میره تو تحقیق تفاصیل فولاد که برای منطقهش فولاد ببره، مس ببره. اینا همه با هم باید تغییر کنه. منتها به نظرم نقطه عطف شخص نماینده است. من اسمش رو میذارم هویت نمایندگی. هویت نمایندگی باید دوباره بازسازی بشه. باید ما آواربرداری بکنیم از این پدیده به هویت نمایندگی به قهقرا رفته. من نماینده از راه رسیدم، پامو میذارم تو مجلس، میبینم زمین و زمان و اینا دارن هی منو هول میدن به سمت همون رویه های غلط. برو سری 4 تا مدیر ترقی بده، برو توی وزارتخونه یه جاپا بگیر، برو یه بودجه بکن، برو مسئولیت اجتماعی بکن بیار برای منطقه، برو نمیدونم 4 تا فراکسیون در این مسیر بزن ویژه برای این که فشار بیاری به اینها، برو تو این باندها خلاصه جاتو پیدا کن، تو هیئت رئیسه جاتو پیدا کن، لابیاتو شکل بده. خورت میده، سرت میده، میگه آقا عقب نمونی، زود باش. حالا من آمدم مثلا رو مسائل کلان تولید و صنعت کار بکنم، باید بدوم دنبال این مناسبات. تو همایش فلان شرکت کن، برو توی
4 تا سفر خارجی برای خودت بچین، دم اینو ببین که مرتب تو سفرها ببرنت، سر میدنه. حالا تو وسط اون بلبشو باید مراقب باشی سلامت خودت، کاراییت اکار نیفتی، خروجیات دقیق باشه. این جامعه نخبگانی مطالبه گری که پشت در مجلسن و برای هر مسئله می‌بینی 10 ها پیشنهاد و طرح میاد رو میز، کار شده سالها، می‌بینی یک تیمی اندیشکده نشسته روی موضوع کار کرده، ازت انتظار داره. قوانین اصولی از قانون اساسی که رو زمین مونده، اصل 27 آقا آزادی تجمعات رو زمینه، بیا اینو بالاخره شما تلاش کن ببر جلو. اصل 43 ساختار اقتصادی رو زمینه. دیگه میگه آقا من کجا رو بچسبم، چیکار بکنم؟ بعد میخوای کمک، مثلا روحیه من خودم شخصا روحیم این بود واقعا کمک کنم به نماینده‌های دیگه فارغ از جهتگیری سیاسیشون. اگر در اون موضوعی که درش هستن من میتونم حرفی بزنم، اشرافی دارم، ارتباطی دارم با اندیشکده‌ها، بیارم اینا رو کمک بدم به نماینده‌ها، وصلشون بکنم. نماینده موضع درستی داره، کمکش بکنم، تقویتش بکنم، نذارم تو این فضای سیاسی گم و گور بشه. مسئله پیش روی کشور داره که ازش داره غفلت میشه، تو دستور نمیاد. چالش هایی که مثل بحث های ارضی و اینا که همه گیجن و توش دارن به در دیوار میخورن، ما جمع میشیم با یه تیمی بشینیم قشنگ یه بار برای همیشه اینو چالش رو فکر کنیم، براش تدوین کنیم و باید یک آواربرداری اساسی از ساختارها، سازوکارها و فرهنگ حاکم بر مجلس و نمایندگی انجام بشه. یک دستور کار جدی برای نظام باید باشه. آقا مجلس رو نجات بدیم از این ورطه دیگه. واقعا مصیبته که بعد این همه سال کسی با شام نهار نماینده بشه. این دیگه واقعا پس رفتم نیست، این دیگه واقعا یک ارتجاع واقعی است. کسی بخواد با نهار و شام از این ملت مظلوم رأی بگیره تو این فضای پرچالش و بیاد تو مجلس، یا بخواد با جشن و پایکوبی و نمیدونم بره روستا 20 تا گوسفند براش، من زبان انگلیسی صحبت کنه، رقص و پایکوبی رو بندازه. قواسی هم من دیدم، من امروز یه دونه قواسی هم دیدم، یکی تو کرمانشاه یه روستا عکس برای من فرستادن هفته پیش که یه نفر رفته، یه نامزدی که حالا نماینده هم الان هست ظاهرا، رفته اونجا 20 تا گوسفند سر بریدن براش روستا. آقا این کارا دیگه. خلاصه حرفتون اینه که درسته که مردم شهرستان ها، مردم روستاها نماینده حوزه انتخابی خودشون رو انتخاب میکنن، ولی نماینده‌ای انتخاب میکنن که توی مسائل کلان ملی قراره در واقع یک کنشگری فعال بکنه. نگاه کنید، نه به معنی این نیست که تو منطقه هیچ تحرکی نکنه. ما نماینده‌ای داریم و داشتیم، الان هم داریم که اول دوره رأی میگیرن، دیگه میرن مثل این ستاره های سهیل، 4 سال بعد دوباره میگن ستاره است که 4 سال یه بار از کنار حوزه انتخابی رد میشن، دوباره میرن 4 سال بعد مردم نمیبینن این کجا بود این 4 سال، چه گزارشی داد، چه کار کرد، 4 نفر رو تو منطقه پاسخگو بود نبود. من نمیگم تو حوزه انتخابی کار نباید کرد، چرا؟ اما ما قرار نیست کارنامه برای رولا ایزدخواه درست بکنیم. این پلو من زدم، این فرودگاه رو من زدم، این کارخونه رو من آوردم، این درمانگاه رو من این MRI رو من آوردم. MRI آورده رو تریلی دور داده تو شهر با بوق و کرنا و پرچم و بنر، آی ملت بیاد ببینید من MRI براتون آوردم. افتضاح این کار. پس یه سری از نماینده دنبال کارنامه‌های جعلی، اینا کارنامه جعلی است. این فرودگاهی که زدی، این شما وایس تا 2 سال بعد این فرودگاه همچنان داره کار میکنه. 20 تا فرودگاه تعطیل ما داریم. رفته یه جای فرودگاه زده اصلا به صرفه نیست. 2 ساعت دیگه 2 ساعت تا اون شهر مرکز استان فاصله است. آقا خب این تاکسی دربستی اینجا میذاشتی مجانی به صرفه تر بود تا بیای فرودگاه بزنی و با این هزینه‌ها بعد پرواز توش نره. بعد بری پروازا رو چارتر کنی، استاندار رو مجبور کنی بیا این 1 سال این پروازا رو چارتر بخر که من آبروم نره فرودگاه کار کنه، ملت نگن آقا فرودگاه آوردی به درد کی خورد. آقا برای اجرای این کار
من بیام از مراجعاتی که به من میشه در حوزه انتخابیه، روستایی میاد، شهری میاد، مهندس میاد، کارخونه دار میاد، معلم میاد، فرهنگی میاد، آسیب از این به قول معروف کیس استادی ها، مواردی که میان به من رجوع میکنن، برسم به مشکلات ساختاری در مملکت یا تعارض قوانین در مملکت یا کجاها داره سیستم اجرا دور میزنه قانون رو. من ابزار نظارتی دارم، من نماینده، ببینم کجا داره قانون دور زده میشه. اینو از کجا بفهمم؟ با گزارش‌های دولتی که کسی تو گزارش دولتی نمیاد بگه ما داریم قانون را دور میزنیم. مردم میان به تو میگن آقا ببین قانون شما اینو تصویب کردی، آیین‌نامه رفته یه جوری نوشته شده که امضای طلایی درست کرده برای این مدیر و این مدیر داره ما رو بیچاره میکنه، دادمون هم به جایی نمیرسه. از اون مورد برسی به این که عجب، پس اینجا ما داره قانون دور زده. من میرم فردا تو مجلس پدر اینا رو در میارم، یا استفساریه میذارم، قانون رو دقیق تر میکنم، قانونهایی که گرد تنظیم میشه. ببین این قانوندانان قانون شکن فقط تو فساد کار نمیکنن، توی از کار انداختن مجلس هم فعالن، به شدت فعالن. بوروکرات ها به شدت فعالن تو مجلس، میان کنار دست نماینده، کنار دست کمیسیون. اینقدر سختش نکنید، اینقدر دقیقش نکنید، یک توصیه کلی بکنید، بره خودشون میدونن. من تو قانون خودرو سرم اومد 20 ماده نوشته بودم، طی یک فرآیند چند ماهه کار کارشناسی تو کمیسیون جلسات مخصوص گذاشتیم، 2 ساعت 3 ساعت تمام مدیران مربوطه تو خودرو رو آوردیم. آقا این قصه خودرو رو یه بار برام میشه حل کنیم. یه قانون به نسبت جامع نوشتم خودم، 20 ماده هم داشت، سال 99 اول دوره. به نظرم اومد همه مسائل پرداختیم، کیفیت، قیمت، فناوری، نمیدونم مردمی سازی و می آوردیم تو کمیسیون. نمیگفتن نه حرف باطلی است. خب بحث کارشناسی میکردیم، جوابشون رو میدادیم. میگفتن که حالا چرا اینقدر سخت بگیریم، چرا 20 تا ماده بدیم، چرا اینقدر دقیق، یک خط کلی بگیم دولت خودش بره دیگه، خودش آیین‌نامه بنویسه توش بیاره. داشتن در واقع ما رو خنثی می‌کردن. سر شما کلاه می‌ذاشتن. ما کمیسیون صنایع، ما کمیسیون بازار نیستیم، بازار به ما ربطی نداره. آقا بالاخره صنعت و بازار یکیه دیگه، یه زنجیر است. خودرو الان تو این ابعاد خورده زمین، باید من اینو حل و فصلش کنم. با نظارت هم نمیشه. هر تحقیق تفاوت حالا 6 بار 10 بار چه میدونم تحقیق تفاوت از خودرو کردیم، به کجا رسید؟ حالا 4 تا مدیرم عزل میشن، 4 تا مدیر بعدی میرن، چه فایده؟ اینجا جایی است که باید مجلس با هوشمندی، با اشراف بیاد ریل گذاری بکنه. نمیذاره. انقدر از چند جا میزنه که تو دیگه ناکار بشی. با گاهی با خواهش التماس، با رودرواسی، با رفاقت بازی. آقا وزیر خودمونه، دولت تازه اومده، دولت تازه نفسه، اذیتش نکنیم، بذاریم بهش اعتماد کنیم، حل میکنه مسئله رو. حالا برو 3 ماه دیگه باز دوباره آقا چی شد؟ حل نشد مسئله. مسائل فرعی رو بیارن، کامیوندارا کامیون آوردن، اسقاط خودرو انجام نشده، باید الان اینو حل کنیم، فعلا این اولویته. همینطور میبینی که بوروکرات ها عجیب بر مجلس سوارن. آقای دکتر شما یه بخشی در مورد شفافیت صحبت کردید. خب چند وقت پیش حالا این اسناد و مدارک مجلس، حالا ما نمیدونیم هک شده چی شده، یه فیش حقوقی اومد خیلی سر صدا کرد. حالا این پرداختی نماینده ها بود. من یه سوال سریع، هم این نماینده چقدر حقوق میگیرن و چقدر؟ ما سال 99 حقوقمون حدود 12-13 تومن بود، بدون در این حقوق شخص نماینده. سال 1400 شد حدود اشتباه نکنم 17-18 تومن. سال 401 شد حدود 21-22 تومن. امسال 25 تومن. حالا کم و زیاد داره طبیعتا، یه ذره بالا یه ذره پایین، اون دیگه حدوداً. حالا این میخوام ببینم یه سری کدایی هست که حقوق میبره بالا، میخوام ببینم مثلا دریافتی هم این حقوق، یه حقوق داریم، یه هزینه دفتری داریم. هزینه دفتری چیه؟ اون تنخواهی یا اون پولی است که در اختیار نماینده قرار میدن برای اموراتش، پرسنل، کرایه دفتر،
ایاب ذهاب، نمیدونم و 5-6 قلمه دیگه. حالا هزینه‌های جاری که داره اون هزینه است. یعنی مجلس میگه آقای نماینده من به شما هیچ خدماتی نمیدم، این پولش برو خودت با این پول دفتر اجاره کن، نیرو بگیر، راننده استخدام، هر کاری میخوای بکن، این پولش. ما خدماتی به شما، یک دونه آفیس دفتری میز در واقع توی مجلس، تو ساختمون نمایندگان که جلوی ساختمون صحنه، مثلا یه اتاق مثلا 2 نفری به 2 نماینده میدن، یه میز مال این یه میز مال اون. در این حد مجلس یه دفتر در حد آفیس میده، بقیه‌اش برو خود بگیر. میخوای دفتر بیرون بزن، تو حوزه انتخابیت میخوای 6 تا دفتر بزنی با خود. اون بهش میگن هزینه دفتری. اون رقم از 30-40 تومن شروع شده، الان امسال 80 تومن برای تهرانه. بر حسب حوزه انتخابی فرق میکنه، تعداد شهرستان‌های تحت پوشش فلان اینا فرق میکنه. برای ما حدود 80 تومن. این 230 تومانی که تو اون فیشا اعلام شد قطعا دروغ. 230 تومانی در کار نیست. یه رقم 25 تومن حقوقه که به حساب حقوق فرد ریخته میشه. یه حساب دوم داریم هزینه دفتریه که میاد به هزینه دفتری به نماینده داده میشه دیگه، خودش میدونه و این پولو بره مدیریت کنه. مسکن و ماشین هم که جداست. مسکن نمیدن. مسکن مثلا نماینده‌ای که خونش تهران نیست. نه، مسکن یک سری واحد داره مجلس، مجتمع فدک، که اون کرایه میگیره، که اونو کرایه‌شو میگیره اون واحدا رو. کسی بخواد میره ولی کرایه میده. 15-16 تومن چقدر کرایه میده از همین پول باز. یعنی کرایه از همین هزینه دفتری باید بپردازه، پول دیگری مجلس بهش نمیده که بگه بیا چون کرایه داری میدی یه پول دیگه هم بهت بدم. از محل همین هزینه دفتری میتونه کرایه خونه هم بده، بره بشینه اگه بخواد از اون خونه استفاده کنه. یه سوال دیگه، نماینده ها وقتی دوره نمایندگیشون تموم میشه دیگه اون در واقع خدمات و اونا تمومه. آره اونا دیگه، حالا ما بار اول اومدیم مجلس بذار تموم شه ببینیم خدماتی میگیریم یا نه، ولی علل اجال به نظرم چیز خاصی داده نمیشه. درست. ولی اینجا نگاه کنید این نکته رو بگم، هم سر اون ماشینی که دادن به نماینده ها دنا پلاس و اینا، هم سر این حقوق و مزایا ما داد زدیم، ما از اول شفاف کنید اینو. برای چی وایسیم اینجوری مثلا با حک و فلان و اینا؟ ما از اول بگید آقا این ارقام داره داده میشه، خیلی شفاف. من نمیدونم چرا این چه عرفیه تو مجلس که فرار میکنه از شفافیت، من واقعا نمیفهم. بحث سیاسی تر بکنیم، جنجالی تر و داغتر. شما سال 98 با لیست شورای ائتلاف و پایداری وارد مجلس شدید، ولی امسال در واقع خبری از این که حالا شما اسمتون توی لیست باشه نیست. حالا یه حرف و حدیثایی میگن دیگه، میگن آقای ایزدخواه فلان مسئله رو مثلا اومد رسانه‌ای کرد، فلان کار رو کرد و اینا، به همین خاطر به قول گفتنی اسمشون توی این لیست نیست. چرا؟ چه اتفاق افتاده؟ از لیست‌ها بپرسید، بگید آقا، و لیست بندها بپرسید که آقا چرا اون سال گذاشتی ایشونو تو لیست، چرا امسال نذاشتی؟ این 4 سال هم این وسط عملکرد داشته دیگه. از اونا بپرسید آقا اگر ملاک شایسته سالاریست، خب بیاید بگید که ایزدخواه برای چی دوباره شایسته نیست. اون موقع هم که من که از کسی درخواست نکردم آقا منو تو لیستتون بذارید، شانا گفت که ما میخوایم شما به عنوان یک گزینه اولیه برای ما هستید. گفتیم خب، گفت خب جلسه میذاریم صحبت میکنیم ارزیابی میکنیم میریم جلو. گفتیم باشه. یه جایی رسید گفتن که بیا اینو امضا کن، میثاقنامه رو. هم چیه که آقا من اگر در لیست نهایی نبودم انصراف میدم به نفع این لیست و تبلیغ این لیست رو میکنم و میرم کنار. گفتم ما نیومدیم بریم کنار، ما فکر کردیم به درد مجلس میخوریم. اگه من تشخیصم برای خودم اینه که اصلا نیستم، بی خود میکنم وارد این میدان میشم. اگه من صلاحیت رو در خودم نمیبینم برای چی میام نامزد میشم؟ اگه در خودم صلاحیت دیدم اصلا هم مثلا من مناسبم برای این کار، برای چی بکشم کنار؟ مگه برای دلخوشی خودم دارم میام؟ برای وظیفه‌ام دارم میام. اگه وظیفه‌م باید وایست.
شما به من نرسیدید، مختارید، آقا من شما رو نمیخوام تو لیست خودم بذارم. نذار. مگه من گفتم بذار؟ من هستم، کار خودم میکنم، هر کی دوست داشت به ما رأی میده. نهایت ما تکلیفمون رو عمل کردیم، اومدیم خودمون رو نامزد این کار کردیم. اگرم شما ما رو گذاشتید تو لیست، من وامدار شما نیستم، مدیون کسی نیستم، من منتی بر من نداری شما. من رأیم از مردم میگیرم، نه از لیست. من وامدار لیست و لیست بنده نیستم، وامدار مردمم که من رأی دادن، بعد جواب اونا رو بدم. اگه شما خودتون رو مردمی میدونید و روشاتون مردمیه و بر اساس مردم سالاریه، همه ما مدیون مردم. نه اینکه بخوایم بگیم آقای فلانی ما رو گذاشت تو لیستش، ما مدیون ایشونیم، نمایندگیمونو حالا این دفعه نذاشته تو لیستمون، حالا بریم یه نخیر. این فضا رو من مطلقاً قبول ندارم. این دوره هم هر کی گذاشت ما رو تو لیستش گذاشته، تشخیص داده به درد مجلس میخوریم. ما مبنامون اینه که مبناً یعنی اصالتا فکر میکنیم لیست بندها دنبال شایستن دیگه، شایسته سالاریه مثلا. ها اگر اینه، خب آقا یکی اومده از من حمایت کرد، من همون دوره 98 من گفتن چرا رفتی تو لیست شانا؟ گفتم مگه من رفتم؟ آقایون اومدن منو گذاشتن تو لیست. من شب ساعت 12 شب از اخبار شنیدم که اسم ما نهایتا تو اون لیست فلان در من. این بر من منتی نیست. چرا امسال نذاشتن؟ ازشون بپرسید چرا نذاشتن. اونی که آمده تشخیص داده که آقا برای واقعا امر نمایندگی و خدمت به مردم آمده که خودشو عرضه کنه، مردم انتخابش بکنن. برای چی باید بره کنار؟ اصلا این کنار رفتنهای سیاسی، حالا اسمش هم خوشگل کنیم بگیم برای حفظ وحدت، مگه انتخاب، مگه رقابت تو ذات انتخابات نیست؟ مگه اصلا انتخابات قرار است بدون رقابت اتفاق بیفته؟ ذات انتخابات رقابته. رهبری امسال گفتن اصلا مشارکت یعنی رقابت. تا رقابتی نباشه مشارکتی نیست. اگه یه لیست بخواد بیاد از راه بیاد بره تو مجلس، که اصلا چرا انتخابات، چرا رقابت؟ رقابت جزء لاینفک انتخابات. پس شما با رأی لیستی هم مخالف هست؟ قطعا مخالفم که بیاد به یه لیست از 100 تا زل، اونم مثل تهران 30 نفر. قطعا یک لیست 30 تا اسلحه نمیتونه یک جا انتخاب کنه و سایرین اصلا نباشن. هر کی تو این لیست اسلحه، هر کی تو لیست‌های دیگه از اصلا نیست. اصلا این منطق قابل قبول نیست. لیست ها کمک میکنه به شناخت بیشتر بهتر مردم. با این بلبشویی که ما داریم 3000 نفر میان ثبت نام میکنن، یه هفته وقت میدیم ملت برین توی یه هفته 3000 نفر رو ارزیابی کنید، به اصل هم رای بدید. این شوخیه دیگه. من اتفاقا پیشنهاد دادم تو اصلاح قانون انتخابات، آقا ما مدت تبلیغات رو مثلا 2 ماه مجازی، حداقل حالا نمیگیم 2 ماه پوستر بچسبونن، بنر بچسبونن، 2 ماه مجازی آزاد بشه، بعد اون دم انتخابات هم یه هفته فیزیکی هم بهش اضافه بشه، بنر و ستاد و فلان. نه و فلان. آقا البته میدونی چیه، وقتی میخوای تبلیغات و مدتشو زیاد کنی، نماینده باید رأی بدن دیگه، مجلس باید رأی بده. نماینده‌ای که الان مستقره و نماینده است، دلش میخواد که کمتر باشه، تبلیغات که نشه، ما زود بریم، ما که مشهوریم دیگه، انتخاب میشیم میریم با نفر بعدی بیاد خودش رو جا بندازه، نذاریم جا بندازه. به طور طبیعی دلش میخواد دوره سری بعدم همینطور یهویی انتخابات انجام بشه و ما بشیم نماینده. رأی نمیدن معمولا به اینکه فضا رو بازتر کنیم، انتخابات رو آزادتر کنیم، رقابت رو بیشتر کنیم، تبلیغات رو باز کنیم، اجازه بدیم مردم بهتر بشناسن. یه جورایی نمیخوان دیگه، میگن ما که الان نماینده هستیم، تریبونا دستمونه، مردم هم مشهوریم، میشناسن ما رو، چرا فضا بدیم 4 نفر دیگه هم بیان خودشون رو معرفی کنن به مردم؟ متاسفانه اینم هست. اینم از اون گره هایی است که تو مجلس نمیشه حل کرد خیلی راحت. من یه سوال در مورد مجلس 11 بپرسم. شما اگه بخواید حالا یه جریان شناسی بکنید، اون گروه های در واقع قدرتی که توی مجلس هستن چه تقسیم بندی انجام میدید؟ قدرت به معنی چی دقیقاً؟ گروه هایی که تو مجلس هستن و میتونن در واقع یک پروژه‌ای رو ببرن جلو، یک اقدامی رو رقم بزنن تو خود مجلس، تو فضای تصویب قوانین. نگاه کنید، این نحوه وزن‌کشی نمایندگان و ترکیب گروه‌های نمایندگان، اینها خب اینم بحث مهمی است که باید بررسی بشه، چون واقعا مجلس همین ساده نیست بگیم 290 تا نماینده میرن تو مجلس. قطعا بین اینها یه مناسباتی، وزن‌کشی‌های چیزی میشه.
صورت ظاهریش همون کمیسیون ها و فراکسیون هاست، ولی یک صورت باطنی هم داره. خدمت شما که تو این مجلس 11 خب قاطبه همون اصولگرایان بودن به معنی مصطلحش و به نسبت مجلس از این جهت یک دست بود، یعنی نمایندگان مستقل کمتر امکان اظهار وجود پیدا کردن و تونستن دیده بشن و فضا بهشون داده بشه. یه جورایی بار میخورد میرفت دیگه، جریان اصولگرایی بود و اینها. و گاهی ما بر همین دلیل تو بعضی از طرح‌ها قوانین، من منتقد کارشناس تو این حوزه مثلا من نمیتونستم بالاخره اون نتیجه رو بگیرم. تو مثلا حذف ارز ترجیحی 20 نفر حداقل بودیم مخالف شدید که استدلال داشتیم، بحث داشتیم، اما دیگه تو فضای اصولگرایی حاکم بر مجلس و اینکه آقا بالاخره دولت اصولگرا اومده از ما خواسته که ارز ترجیحی رو حذف کنیم و اولین طرحش هم بوده، تو رفاقت خلاصه، نه توی یک کار کارشناسی دقیق، همراهی کنیم، پاپیچش نشیم، طرح جراحی اقتصادی آورده رو میز، ما هم رأی بدیم بریم جلو. این فضا به شدت حاکم بود در مجلس 11 به دلیل همون فضای سیاسی یک دست اصولگرایی. تو مجالس اصلاح طلبش هم همین بوده. زمانی که مجلس اصلاح طلب بوده، دولت هم اصلاح طلب بوده، همین اتفاقات اونجا هم رویه همین بود. شکلش یکی، فرقی نمیکنه. لذا ما تو این مجلس نمایندگان مستقل امکان قدرتیابیشون کم بود که بتوانند یک ترمیم، خودم طرح خودرو یک طرح پخته آماده داشتم، اما زورم نرسید در این فضا و نذاشتن و هر جور شد ما نتونستیم اون نتیجه کامل رو ازش بگیریم. و نظرتون در مورد آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس تو همون فضای مجلس و کلی رفت و برگشت؟ چون که بالاخره فضای انتخاباته و شرعاً و اخلاقاً من نباید مثلا کسی که رقیبم حساب میشه یا نامزد انتخاباته، منم خودم نامزدم، بخوام ایشونو نقد بکنم. کلی عرض میکنم آنچه ناظر به عمل کرده نه شخصیت ایشون. من در مورد شخص و شخصیت ایشون فعلا نظری ندارم، اما در مورد عملکرد مجلس اگر صحبت کنم، نحوه ریاست قالیباف بر مجلس یک نقطه قوت داشت و یک نقطه ضعف. حداقل یکیشو بخوام از نقطه قوت بزنم. نقطه قوتشون این بود که پرکار بود، هم شخص خودش و هم به نحوی این پرکاری رو در مجلس کمک میکرد که از تب و تاب نیفته و کار انجام بشه. ما روزهایی بود 2 شیفت 3 شیفت سهم داشتیم برای اینکه برسونیم طرح‌ها رو به زمان مناسب و عقب نیفتیم. حجم قوانینی که تصویب شد به لحاظ تعداد نسبتاً زیاد بود نسبت به مجلس قبل. این فضای پرکاری مشهود بود در مجلس. اما نقطه قوت آقای قالیباف همین که پرکار بود، هم خودش تو موضوع میرفت ورود میکرد، کارشناسی میکرد. اما نقطه ضعف مهم مدیریتی ایشون، کاری به مسائل شخصی و شخصیتی ایشون ندارم، نقطه ضعف مهم مدیریتی این بود که ببینید مجلس شورای اسلامی جای بحث و تبادل نظر و تضارب آراست، جای جمع کردن نیست. جمع کنیم بریم جمع کنیم، نخیر. دولت جای جمع کرده، اجرا بعد سری بدوی بری تو اجرا دیگه، جای مکث و تعلل و اینها نیست. دولت باید قانون مشخصه، وظیفه معلومه، آقا برو اجرا کن. اما مجلس نه، برعکس، مجلس جای فکر و اندیشه و تشخیصه. باید طمأنینه به خرج بدیم، باید اجازه بدیم بحث بشه. آقا طرح بانک مرکزی اومده، خب مثلا حاجی بحرینی اومده طرحش رو داده، آیا رویکرد دیگری نیست؟ آیا کسی دیگه منتقد این نگاه نیست؟ کارشناس دیگری، خبره دیگری، جناح فکری دیگری قطعا هست. خب بها بدیم اونها هم بیان، چون ما داریم قانون می‌نویسیم برای کشور، برای شاید 100 سال آینده. برای این مجلس خودمون و دولت خودمون که قانون نمی‌نویسیم که. این قانون برای کشوره
و زندگی مردم و معیشت مردم رو تحت شعاع قرار میده. اینجا جای عجله نیست، جای جمع کردن نیست. باید مکس کنیم. آقای قالیباف مکسش کمه، زود میخواد کار جمع بشه، میخواد زود این قانون تصویب بشه و حداقل افتراق نظر و اینها، و اینجا یک چیزهایی خلاصه تضییع میشه. یک کسایی که حرف متفاوت دارن تو این شتاب زدگی نقششون کمرنگ میشه، صداشون شنیده نمیشه. بارها شد ایشون خلاف آیین‌نامه مثلا زمان مناسب برای اظهار نظرها رو کم میکنه، مخالف موافق رو کم میکنه، مخالف ثبت نام میکنه میگه من عبور میکنم. خب مخالف بعدی میگه من حرف دارم، نه بریم بعدی، دیگه موافقم صحبت نکن، در حالی که آیین‌نامه اینو نمیگه. حالا عرضم اینه که روحیه آقای قالیباف چون یک روحیه اجرایی بوده، شاید در مقام اجرا اتفاقا آدم توانمندی هم هست، اما تو فضای مجلس ما نباید با اون روحیه اجرایی مدیریت بکنیم که بگیم زود باش تموم کن بریم قانون بعدی قانون بعدی. یا ایشون ممکنه بگه من خودم تو دفتر خودم میشینم ساعت‌ها کارشناسی میکنم، 4 صبح میام تا 8 صبح که صحنه 4 ساعت بحثا رو خودم با تیمم با مشاورینم، این اصلا کفایت نمیکنه. مجلس باید به تشخیص برسه، نه آقای قالیباف و هیئت رئیسه. عموم نمایندگان باید از روی تشخیص رأی بدن، نه از روی فضا. خب مثلی که مخالف جدی نداره همه میگن 4 پس ما هم 4، نه مثلی که همه مخالفن 2 پس ما هم 2. ما یه حدود مثلا 150 نفر این تیپی داریم تو مجلس، آدم‌های خنثی، بی‌نظر، بی تشخیص، کم تشخیص که نگاه میکنن به فضا. اگه همه میگن 2 میگیم 2، اگه همه میگن 4 خب میگیم 4. یا نگاه میکنن به فرد، اگه آقای فلانی نظری داد حتما حمایت میکنیم، اگه آقای فلانی نظر داد حتما رد میکنیم چون با این مشکل داریم. خب بغضی میشه، نه بر اساس تشخیص در آقا ایشون اصلاح طلب خوب باشه، مگه چون اصلاح طلب همیشه نظرش مخالفه؟ خب شاید یک جایی تشخیصش درسته بریم حمایت کنیم. من خودم گاهی شده با یک نفر که مثلا رهبر اصلاح طلبان مجلس هم هست هم نظر بودم، موافق ثبت نام کردم، پشت بندش اومدم، یه جام برعکسش، یعنی کاری به این نداشته باشی. آقای دکتر ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردید، نشستیم گفتگو کردیم. حالا به عنوان نکته پایانی اگر من نکته پایانم اینه که رولای زدخواه هیچ خلاصه حب و بغضی با جناح سیاسی نداره، به ما هویت جناح سیاسی، یعنی ما اینکه چون این اصلاح طلبه، چون این اصولگراست، چون این، نه ما کار با اینا نداریم. هیچ ابتدا به ساکن با هیچ کی جنگ حزبی و قبیله‌ای نداریم. اگر آمدم مجلس احساس کردم که کشور لنگ ریلگذاری است و ریلگذاری جاش مجلس، کشور البته لنگ اجرا هم هست بله، ولی اجرا هم متوقف بر ریلگذاری است. تا ریلی نباشه قطاری نمیره، اگر ریل معیوب باشه قطار هم چپ میکنه. البته همه گناه ها رو گردن مجلس نمیندازن، ما تو اجرا مصیبت زیاد داریم، اما بر ترتیب با تشخیصی که از خودم داشتم احساس کردم میتونم تو این بخش کمک کنم. ضمناً تلاش کردم، سعی کردم از چی میتونم سلامت نمایندگی رو حفظ بکنم. سعی کردم همیشه تعاملم اتکام به مردم باشه، نظر مردم، خواست مردم سر دناپلاس که من پس دادم. به این خاطر من واقعا ماشین میخواستم، ماشین نیاز داشتم، ماشین نداشتم. یه ماشین آشپک کوچولو فسقلی بود، مال خانم بود و بچه‌ها، من ماشین قطعا نیاز داشتم. ولی دیدم وقتی اعلام کردم آقا من این ماشین رو گرفتم، دیدم مردم ناراضی ان. یکی دو روز فقط همینطور نظر بود که میومد و آه و افسوس مردم بود. آقا نمیخوام اینو، حلالم هست نمیخوام، منطقی هم هست نمیخوام. آقای امیرآبادی اومد جواب منو تو تلویزیون بده، گفت که تصمیم ایشون، اعلام ایشون 98 میلیارد تومان به مجلس ضرر زد. آقا این حرفا کدومه؟ خواست مردم مگه میشه با قیمت با پول سنجید؟ در شرایطی که خودرو به هم ریخته است، در شرایطی که بازار مشوشه، در شرایطی که مردم بعد یه سال تو صف بخوابن آیا بهشون بیفته آیا نیفته، ما بیایم به راحتی مثلا اینطوری یهو بریم
به خاطر اینکه ایشون نماینده است، خب نماینده است که بره مشکل شخصیشو حل کنه. مگه ما کت شلوار به نماینده میدیم؟ مگه ما شامناهاشو میدیم؟ و ماشینش هم نمیدیم. چرا؟ چون مردم نمیخوان. مردم این رانت هست نیست من کار ندارم. مردم این امتیازاتو نمیخوان آقا، قبول ندارن. الان تو این برهه قبول ندارن، نمیخوان نمایندهشون اینطوری باشه. دوست داری با خواست مردم پیش بری، بیا نمایندهشون. نمیخوای نماینده نشو. مگه اصرار شما نماینده بشی؟ سعی کردم واقعا اون گرایش مردم و خواست منطقی مردم در واقع مبنای کار بنده باشه، نه مناسبات حزبی، نه نمیدونم تصمیم گیری های عجولانه و شتاب زده. اونچه که سلام، چون مجلس جای محافظه کاری نیست. اگه محافظه کاری تو دولت یه ضربه بزنه، تو مجلس 10 تا ضربه میزنه، 50 تا ضربه میزنه. چون اینجا تو داری ریل گذاری میکنی. تو ریل گذاری مطلقا نباید محافظه کار باشی. تو داری اساس نظام رو اینجا پیریزی میکنی. اون که فونداسیون خونه رو میریزه 1% اشتباه کنه، فردا 10 طبقه ساختمون میاد پایین. حالا این که نقاشه، اینی که آجر میذاره، اینا میتونن اشتباه کنن، اشتباهشون هم فاحش نیست. ما واقعا لازم داریم، حرف آخر بنده اینه که واقعا نیاز به آواربرداری از مجلس داریم. شاید این 1 دوره، 2 دوره، 3 دوره طول بکشه، یک شبه شاید نشه. الان ما 1 دوره جنگیدیم برای شفافیت، هنوز مردم از نتیجه چندان راضی نیستن. یه دونه شفافیت، یه پارامتر مجلسه، اتفاقا جزء ساده ترین پارامتر هم هست. حالا برو بقیه مسائل تو مجلس، مناسبات، زد و بندها، رانت ها، مافیاها فلان، اینا رو مدیریت کن، حلاجی کن، جمع کن. اینا واقعا به نظر میاد شاید 2-3 دوره، 10-11 دوره مجلس تا اینجا رسیده، 2 دوره 3 دوره هم طول بکشه تا اساسا این بتونه پالایش بشه. امیدوارم که موفق باشید. موفق باشید. خداحافظ. خب این قسمت از گفتگوی استودیو رجا به پایان رسید. خیلی خوشحالم که ما رو تا اینجا دنبال کردید. امیدوارم که این گفتگو براتون مفید بوده باشه. تا یه قسمت دیگه، یا علی.